تیوب، در واقع از یوتیوب توریسم تیوب نگاه کنن. به خاطر همین فکر میکنم حالا اگر فاطمه جانم میخوان صحبت کنن میتونن که صحبت کنن، بعد دیگه همه چی در اختیار تو، میتونی شروع کنی. عرض سلام خدمت همه عزیزانی که تشریف آوردن. نیلوفر جان خیلی خیلی ممنون بابت قبول زحمت و اینکه تایمی تو گذاشتی و قصد داری که اطلاعات مفیدی رو در مورد ادامه تحصیل ارشد گردشگری در ایتالیا در اختیار ما قرار بدی. همچنین ممنون از سارا جان بابت انجام هماهنگی ها و همه کارهای تقریبا این وبینار. من صحبت خاصی ندارم، خیلی خوشحال میشم که زودتر شروع کنیم و صحبت ها و اطلاعات شما رو در این خصوص بشنویم. ما در خدمتیم. ممنون. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان که امشب حالا حضور دارم. ممنون از خانم مکیان عزیز و خانم باقری. من یه معرفی کوتاه از خودم داشته باشم. من نیلوفر زاره هستم، دانشجوی ترم اول کارشناسی ارشد، رشته میراث فرهنگی و خلاقیت در گردشگری، دانشگاه تورین و کشور ایتالیا. در مورد بک‌گراند تحصیلی خودم اگر بخوام بگم، لیسانسمو گردشگری خوندم توی ایران، دانشگاه مازندران. ارشدم رو هم گردشگری خوندم، دانشگاه علامه. و در واقع این کورس ارشد مجدد من هست ولی کاملا متفاوته با چیزی که حالا توی ایران خوندم. بعد در مورد بک‌گراند کاری من اگه بخوام بگم، توی حوزه سوشال میدیا و تولید محتوا کار می‌کردم توی شرکت چمدون و جاباما و خب الانم اینجام در خدمت شما. امیدوارم که حالا چیزایی که صحبتایی که امشب میشه به دردتون بخوره، مفید واقع بشه. من سعی می‌کنم که هر تجربه‌ای که حالا توی این مدت به دست آوردم و باهاتون به اشتراک بذارم. خب خیلی ممنون فرجان. پاورپوینتی داری یا اینکه می‌خوای پاورپوینت داری؟ پس چی؟ منظورم که لازم نیست که ما فعلا، یعنی من شخصا سوالی بپرسم یا فاطمه جان خودت یه مسیری رو داری که طی کنی، درسته؟ آره، من شروع میکنم. حالا به صورت کلی در مورد ایتالیا توضیح میدم. حالا بینش اگر بود نیلوفر جان الان ما داریم میبینیم اسلایداتو. خب فکر میکنم الان اوکیه؟ آره بریم شروع کنیم در مورد ایتالیا. من صحبتم رو توی 5 تا بخش اصلی تقسیم کردم که حالا چرا ایتالیا رو مثلا انتخاب کردم. در مورد اپلای و مدارکی که برای اپلای نیاز هست گفتم. بعد از پذیرش حالا مدارکی که برای سفارت نیاز دارن بچه‌ها، بورسیه‌ای که حالا دولت ایتالیا به بچه‌هایی که میان اینجا برای تحصیل میده و مرحله آخرم ورود به ایتالیا و کارهایی که حالا بعد از اومدن به اینجا باید انجام بدن. در مورد ایتالیا، اینکه حالا چرا ایتالیا رو من برای تحصیل انتخاب کردم، قطعا ایتالیا یه سری مزایا داشت، یه سری معایب داشت، ولی به صورت کلی بخوام بگم حالا به نظرم ایتالیا هم از نظر آب و هوا خیلی شرایط خوبی داشت. بعد از نظر جاذبه های گردشگری که حالا واقعا من فکر می‌کنم خیلی تاریخ غنی داره و بهشت کسایی هست که واقعا دوست دارن سفر کنن، به گردشگری علاقه دارن. بعد از نظر فاصلهش با ایران خب فاصله کمی داشت و خب هر موقع دلتنگ بشید میتونید برگردید ایران به خانواده سر بزنید. از نظر شرایط پذیرش و ویزا من طبق آمارایی که چک می‌کردم
متوجه شدم که واقعا شرایط پذیرش دادن و ویزا گرفتن توی ایتالیا شاید به مراتب آسان‌تر از یه سری کشورهای دیگه توی اروپا باشه. لزوما نمیشه اینو گفت، ولی خب من فکر میکنم که سریعتر این پروسه طی میشه. بعد بورسیه‌ای که داره، بورسیه تحصیلی میده به بچه‌هایی که میان اینجا، که حالا همه نمیگیرن این بورسیه رو، ولی شما همه میتونن براش اقدام بکنن و احتمال اینکه بتونین از این بورسیه استفاده کنین زیاد هست. و فرهنگ نزدیکشون به مردم ایران، مردم خونگرمی که دارن و به نظرم خیلی آدمای دوست داشتنی هستن و من خودم اینجا که حالا دارم زندگی میکنم تو همین 2 ماه که الان اومدم اینجا واقعا خیلی حس خوبی داشتم بهشون و احساس غربت نکردم تا الان. در مورد معایبش هم حالا حجم دروس میتونم بگم بالا هست، پروژه زیاده، شاید نسبت به ایران حجم دروس بالاتر باشه. از نظر شرایط اقتصادی و کارم خب نمیدونم، احتمالا زیاد شنیدید که حالا شرایط اقتصادی ایتالیا شاید خیلی جالب نباشه و کار سخت میاد، ولی خب من باز اینم خیلی موافق نیستم، به خاطر اینکه به نظرم شاید مثلا نسبت به آلمان شرایط اقتصادیش یه مقدار فرق کنه، ولی اگر کسی بخواد کار کنه و به خصوص زبان ایتالیایی بلد باشه میتونه کار پیدا بکنه و فقط کار تخصصی این مقدار ممکنه سخت‌تر باشه که حالا اونم باز میگم زبان ایتالیایی خیلی کمک میکنه که این پروسه سریعتر انجام بشه. شرایط اقامتش و پاسپورت گرفتنش نسبت به شاید یه سری کشورهای دیگه اروپایی سخت‌تر باشه، به خاطر اینکه حدود 10-12 سال طول میکشه تقریبا برای پاسپورت گرفتنش و زبان انگلیسی خیلی شاید کمک کننده نباشه توی ایتالیا، اکثرا انگلیسی بلد نیستن، باید زبان ایتالیایی بلد باشید، مخصوصا توی شهرهای کوچیک. واسه همینم من خودم ایران که بودم شروع کردم زبان ایتالیایی رو یاد گرفتم، ولی تا سطح A2 تقریبا، و همچنان دارم میخونم و خیلی کمک میکنه به اینکه حالا سریعتر بتونید کار پیدا کنید و کلا زندگی کنید. و یک از معایب دیگه‌ش هم این است که ویزای همراه نداره، ولی خب برای ویزای الحاق میشه اقدام کرد که حالا یه ذره پروسش سخت‌تر هست. ببخشید نیلوفر جان، تا برسی به اسلاید بعدی، دوستانی که سوال دارن اگر که اجازه بدین و نیلوفر موافق باشه آخر در واقع صحبت‌های نیلوفر سوالاش رو بپرسن، چون در واقع که دوستان دستشون رو بالا کردن، به خاطر همین یا سوالا رو تایپ کنید یا اینکه صبر کنید که در واقع انتهای صحبت‌های نیلوفر به سوالات جواب میده. خیلی متشکرم. خب بریم شروع کنیم اپلای رو، که حالا اصلا از کجا باید شروع کنیم که حالا برای رشته گردشگری. حالا من بیشتر دارم روی رشته گردشگری فوکس میکنم چون خودم تو همین حوزه کار کردم، ولی به طور کلی اولا که منبع شما باید سایت رسمی دانشگاه باشه، یعنی مثلا شما هر جا میخواین اپلای کنید بهترین منبعی که میتونید ازش مطالب آپدیت رو بگیرید سایت خود دانشگاهه که حالا توش نوشته که مثلا مدرک زبان نیاز داره یا نه، انگیزه نامه، مثلا CV، اینکه نمره زبان مثلا چه نمره‌ای میخواد، اگه که شرط معدل داره بهتون مثلا توش توضیح داده، ددلاین دانشگاه رو توضیح داده و کلا رفرنستون به نظرم سایت رسمی دانشگاه ها باشه و تک تک برید سایت های دانشگاه رو چک کنید، برای خودتون یه حالا اکسل درست کنید و دانشگاهی که اون رشته هایی که شما میخواین داره، مثلا حالا رشته گردشگری رو داره بنویسید، ددلایناش هم بنویسید که اشتباه نشه یه وقت از دست ندید ددلاینی رو. یه سایت رسمی داره ایتالیا، سایت یونیورسیتالی هست که توی این سایت تمام رشته هایی که توی ایتالیا ارائه میشه رو شما میتونید پیدا کنید و تمام ریکوایرمنت هایی هم که داره، این که حالا چه نمره زبانی لازم داره، آزمون ورودی داره یا نه، و کلا تمام مطالبی که نیاز دارید برای رشته‌تون رو میتونید از این سایت پیدا بکنید. سایت رفرنس ایتالیا است.
علاوه بر اون یه سایت دیگه هم هست که اسمش حالا استادی پورتالز، لزوما برای ایتالیا نیست. میتونید برای کشورهای دیگه هم رشته‌های مختلفی که توی کشورهای دیگه هم هست رو از این سایت پیدا بکنید. ریکوایرمنت هاش هم توی همین سایت تقریبا نوشته، ولی در نهایت بازم میگم سایت خود اون دانشگاه رو اگر چک کنید خیلی بهتر هست. بعد میریم سراغ دانشگاه‌هایی که حالا توی ایتالیا تو مقطع ارشد رشته گردشگری رو ارائه میدن، رشته‌هایی که مرتبط با گردشگری هستن در واقع. من اونایی که حالا دولتی هستن و حالا مهمتریناشو آوردم براتون. یکی دانشگاه تورین هست، دانشگاهی خود من دارم درس میخونم که حالا این دانشگاه کمپسش توی خود شهر تورین نیست، توی شهر بیلاست، یه شهریه که کوچیک‌تره و دقیقا شمال ایتالیا هست. حدوداً 1.5 ساعت با تورین فاصله داره. یکی دانشگاه برگامو هست، دانشگاه برگامو سمت میلانه. بعد دانشگاه تور ورگاتا روم، اینا رشته‌های گردشگری رو ارائه میدن. دانشگاه ساپینزای روم، دانشگاه فیرنزه فلورانس، دانشگاه پالرمو که حالا یه ذره جنوب‌تر هست توی ایتالیا، دانشگاه بولونیا و اینسوبریا که چند تا دانشگاه خصوصی هم داره، مثلا IULM که اونا اصلا شرایطشون فرق میکنه، بورسیه تحصیلی یکم شرایطش فرق میکنه اون دانشگاه. بعد شهریه هاشون بالاتر و بعد اسم لیست رشته هایی که حالا این دانشگاه ارائه میدن من براتون آوردم اینجا. اولی عنوان رشته‌ای هست که توی تورین ارائه میشه، Cultural Heritage and Creativity for Tourism. بعدی فکر میکنم برای برگاموه که حالا میره تو حوزه پلنینگ و این چیزا. بعدی توریسم استراتژی، دانشگاه تور ورگاتا، Cultural Heritage and Middle East که حالا این خیلی متفاوته رشتهش، یه ذره میره تو حوزه حالا تاریخی و اینا، ولی بازم به رشته گردشگری مرتبطه که این واسه دانشگاه ساپینزاست. بعدی برای دانشگاه فلورانس، Design of Sustainable Tourism Systems. رشته بعدی برای دانشگاه پالرمو. رشته بعدی توریسم اکانومیکس، دانشگاه بولونیا که خیلی میره تو حوزه اقتصاد و یه مقدار سخت‌تره، رشته سخت‌تریه و خیلی هم پذیرشش نسبت به بقیه رشته‌ها به نظر من سخت‌تره بازم. و آخری هم Hospitality for Sustainable Tourism Development که برای دانشگاه اینسوبریا است. حالا دانشگاه اینسوبریا من فکر می‌کنم این مقدار بورسش مشکل داره، حالا من خیلی این رشته فوکس نمی‌کنم. نیلوفر جان یه سوالی، رشته‌ای که معرفی کردی اونایی هستن که انگلیسی زبان هستن دیگه، درسته؟ بله. رشته‌های ایتالیایی هم جداست. اونا رشته‌های ایتالیایی خیلی گزینه‌های بیشتری هست برای رشته گردشگری، ولی اگه که میخوان به زبان انگلیسی تحصیل کنن، مهمترین رشته‌هایی که حالا میتونن توی ایتالیا اپلای کنن این رشته‌های هست که حالا لیستش رو بردم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خب بریم سراغ مدارکی که حالا برای اپلای توی کارشناسی ارشد توی ایتالیا نیاز دارید. پاسپورت که حالا ضروریه دیگه. رزومه باید به فرمت یوروپاس باشه که حالا عکستون رو میذارید. بعد در مورد بک‌گراند شغلیتون مینویسید، بک‌گراند تحصیلیتون رو مینویسید. بعد تجربیهایی که تا الان به دست آوردید، اگر ورکشاپ‌های خاصی گذروندید، در مورد زبانتون، کلا فرمت یوروپاس رو اگر توی گوگل دانلود کنید میتونید سرچ کنید، میتونید رزومتون رو طبق اون بنویسید. بعد از اون انگیزه‌نامه است که انگیزه‌نامه خیلی مهمه، حدوداً بین 1 الی 2 صفحه. هر دانشگاه فرق میکنه فرمت انگیزه‌نامه‌اش. مثلا یه سری از دانشگاه مثلا میگن بین 500 تا 800 کاراکتر باید باشه، یه سری میگن 1200 کاراکتر باید باشه، یه سریاشون اینجوریه که فایل PDF باید براشون بفرستید، یه سری هم اینجوریه که فقط کپی پیست میکنید توی اون پلتفرم اپلای. برای همینم یک انگیزه‌نامه می‌نویسن، ولی باید شخصی سازی بشه برای هر دانشگاهی که اپلای میکنن. و توصیه‌ام در مورد انگیزه‌نامه اینه که خب حتما اسم دانشگاه و رشته‌ای که دارن براش اپلای میکنن و توی
انگیزه‌نامه‌شون بیارن. مثلا اگه الان دارن برای فلورانس اپلای میکنن اسم دانشگاه فلورانس رو توی اون انگیزه‌نامه بیارن، اسم چند تا از دروسی که توی دانشگاه فلورانس ارائه میشه رو بیارن و کلا شخصی سازیش کنن. خیلی تاثیر داره. بعدی توصیه نامه هست که توصیه نامه همه دانشگاه‌ها اجباری نیست. 2 تا فرمت داره، یا آنلاینه یا به صورت حالا پیپر بیس هست که شما میرید از یکی از اساتیدی که باهاش حالا یه درسی رو گذروندید و نمرتون هم خوب بوده هماهنگ می‌کنید، یه توصیه نامه از استادتون میگیرید با سربرگ انگلیسی که حالا توی اون استادتون براتون می‌نویسه که حالا ایشون دانشجوی من بوده، نمره‌اش خوب بوده، من مثلا ریکامش میکنم به دانشگاه شما. یه مدل هم هست که آنلاینه و باید با استاد هماهنگ کنید. موقعی که اپلای دارید میکنید اون ایمیل میره برای استادتون و استادتون اون فرم رو باید برای شما پر کنه و بفرسته برای دانشگاه. ولی میگم برای همه دانشگاه ضروری نیست. یکی هم مدرک زبانه. باز مدرک زبانم دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه. مثلا برگامو موقعی که داشتید اپلای میکردید حتما ازتون مدرک زبان میخواست، ولی یا ساپینزا، ولی خیلی از دانشگاه موقعی که دارید اپلای میکنید ازتون مدرک زبان نمیخوان، ولی سفارت ازتون حتما مدرک زبان رو میخواد. بعد از اون دانشنامه است. دانشنامه مدرک لیسانستون رو باید، اگر دانشگاه دولتی بودید باید آزاد کنید مدرکتون رو. اگر دولتی نبودید مثل ما که حالا دردسرای آزاد کردن مدارک رو ندارید، اگر که هنوز درستون تموم نشده و ترم 7 هستید مثلا، بازم میتونید اپلای کنید. فقط باید یک نامه اشتغال به تحصیل بگیرید از دانشگاهتون و توش ذکر کنید که حالا دانشگاه براتون ذکر کنید که شما یه ترم از درستون مونده و تا آخر مثلا فلان تاریخ فارغ التحصیل میشید، که این رو هم هر دانشگاهی باز قبول نمیکنه. تورین رو میدونم قبول میکرد، بچه‌ای که ترم 7 بودن میتونستن اپلای کنن. بعد از اون ریزنمرات هست. ریزنمراتتون هم حالا میتونید غیر رسمی از خود سایت دانشگاه بگیرید. موقع اپلای نیازی نیست حتما همه چیتون رسمی باشه. میتونید از سایت دانشگاه ریزنمراتتون رو هم بگیرید. و ایتالیا مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هم میخواد. موقعی که سفارت دارید میدید که حتما میخواد. موقع اپلای یه سری از دانشگاه مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی رو میخوان و ترجمهش رو. اینا که براتون نوشتم برای اپلای شما نیازی نیست حتما به زبان ایتالیایی باشه. موقع اپلای میتونه به زبان انگلیسی باشه، ولی اگر که دیگه پذیرش گرفتید و خواستید برید سفارت حتما باید به زبان ایتالیایی ترجمه بشه. ددلاین ها رو باید چک کنید حتما که حالا رد نشه. اکثر دانشگاه ایتالیا چند تا کال دارن که حالا اکثرشون، حتی دانشگاه توربگاته یادم تا تیر هم ددلاین داشت، ولی بعضیشون زودتر ددلاینشون تموم میشه، مثل برگامو که فکر میکنم اسفند تموم میشه اصلا کلا ددلایناش. ولی اکثر دانشگاه توی آذر و دی و بهمن و اینا ددلایناشون شروع میشه. یه سری از دانشگاه اپلیکیشن فی دارن. فلورانس مثلا 20 یورو اپلیکیشن فی داشت. خود دانشگاه تورین که من اپلای کردم 50 یورو اپلیکیشن فی داشت. از همه دانشگاه بیشتر بود. بعد ولی بولونیا رشته ما رو اپلیکیشن فی نمیخواست تا جایی که یادمه. ساپینزا نمیخواست. برگامو نمیخواست. اینا رو هم حتما باید چک کنید. بعد از اون اپلای که کردید یه مرحله مصاحبه هست. مصاحبه هم اکثر دانشگاه دارن که حالا ازتون در مورد بک‌گراند تحصیلیتون، بک‌گراند کاریتون میپرسن، اینکه چرا دارید برای این رشته اپلای میکنید، چرا ایتالیا رو انتخاب کردید، چرا این دانشگاه رو انتخاب کردید، دیگه کدوم دانشگاه رو اپلای کردید، و به صورت کلی باتون یه مصاحبه کلی به صورت جنرال انجام میدن و بعد از اون دیگه نتیجه نهایی براتون ایمیل میشه که شما پذیرش گرفتید یا نه. بعد از پذیرش، چون که بچه‌ها اکثرا چند تا رشته پذیرش میگیرن، مثلا حالا چند تا دانشگاه اپلای میکنن، در نهایت یه ددلاین داره خود یونیورسیتالی که باید اون رشته‌ای که دیگه قطعی میخوان همون رو درس بخونن توی سایت یونیورسیتالی ثبت نام کنن و بگن که من این رشته رو دیگه قطعی میخوام تحصیل کنم توی ایتالیا، که
دیگه با همون میرن سفارت و اون سامری یونیورسیتالیشون رو میبرن که دیگه قطعی میشه دیگه پذیرششون. یعنی نهاییش اینه که یونیورسیتالیتون باید حتما سبز بشه، نهایی بشه و دیگه وارد مراحل بعدش میشیم که دیگه حالا میره تو حوزه سفارت و اینا. من فکر کنم اگه الان سوالی بچه‌ها دارن میتونن الان بپرسن بعد وارد مرحله سفارت بشیم یا ادامه بدیم. نه من آره بفرمایید. نه داشتم نیلوفر جان گفتی که توی مصاحبه ازت میپرسن که کدوم دانشگاه‌های دیگر رو هم اپلای کردی. به نظرت خب قطعا باید صادق باشیم، ولی خب در روند پذیرش به نظر بهتره که بگیم، چون من یادمه که موقعی که رفتم مصاحبه دکترا توی ایران هم این سوال رو ازم می‌پرسیدن و یه جوری انگار براشون جالب نبود که مثلا اون موقع اولویت گذاری بود، الان نمیدونم چجوریه، مثلا ما دانشگاه شما رو اولویت 4 مثلا انتخاب کردیم و مثلا دانشگاه ایکس ایگرگ رو مثلا اولویت اولمون بوده. به نظرت بهتره که بگیم یا نه بگیم ما فقط شما رو انتخاب کردیم؟ من نظرم این بود که خب میتونید بگید دانشگاه دیگر هم اپلای کردید، ولی تاکید کنید که اولویتتون دانشگاه مثلا الان با دانشگاه تورین دارید مصاحبه می‌کنید، اولویتتون دانشگاه تورین بوده، بعد در مورد مزایایی که حالا دانشگاه تورین داره تو صحبت بکنید و فقط تاکید کنید که مثلا رشته گردشگری اپلای کردید و اولویت اولتون دانشگاه تورینه، چون در مورد دانشگاه تورین مثلا بیشتر خوندید، رفتید کورس‌ها رو چک کردید، اسم اساتید رو الان رفتید در آوردید و اشراف دارید به حالا این رشته و به نظرم مشکلی نداره اگر که براشون توضیح. مرسی، ممنون. خب نیلوفر جان، یکی از دوستان در مورد مدرک زبان پرسیدن، چون شما گفتی که یه سری دانشگاه میخوان یه سری نمیخوان ولی سفارت حتما میخواد. خب حالا اون مدرک زبان حدودا نمرش باید چند باشه؟ آیا مدرک آیلتس، تایفل، مشخصات رو شما اگر بگی عالیه. آره اینا رو توی مدرک سفارت میخواستم توضیح بدم ولی الان توضیح میدم. در مورد مدرک زبان یه سری از دانشگاه که مدرک زبان میخوان، آیلتس میخوان که معمولاً حداقلش 5.5 و 6 ولی بعضی از دانشگاه مدرک زبان موقعی که دارید اپلای میکنید نمیخوان، ولی حتی اگر نخوان، اگر مدرک زبانی دارید، حتی اگر مثلا اکسپایر شده آیلتستون یا حالا مدرک دولینگو دادید قبلا، حتما آپلود کنید توی سایت، به خاطر اینکه خیلی تاثیر داره تو اینکه حالا احتمال پذیرشتون بیشتر بشه، چون به هر حال میدونید که تعداد متقاضی الان خیلی زیاد شده و اولویت با کسایی هست که خب حالا رزومه قوی تری دارن. بنابراین اگر که مدرک زبان ارائه بدید قطعا تاثیر مثبت داره توی پذیرش گرفتنتون، حتی برای اون دانشگاهایی که حالا مدرک زبان هم ضروری نیست، ولی اگر نداشته باشید هم نگران نباشید. یه سری از دانشگاه هستن که بدون مدرک زبان میتونید اپلای کنید. مثلا تورین موقع اپلای نمیخواست همون لحظه، برگامو میخواست، فلورانس میخواست، ساپینزا میخواست. تورین هم باز رشته به رشته فرق میکنه، ولی واسه رشته ما الان 2 ساله که فقط داره ارائه میشه و یه رشته کاملا جدیده و خیلی شبیه حتی کورسای دیگه ایتالیا هم نیست به نظر من و درس‌های تئوری داره، درس‌های عملی داره و به نظر من خیلی رشته جذابیه. من خودم اولویت اولم تورین بود و دیگه مثلا حتی برگامو رو با اینکه پذیرش اولیه گرفته بودم دیگه اصلا مصاحبهش رو نرفتم وقتی که تورین پذیرش نهاییش برام اومد. در موردش خوب تحقیق کرده بودم و دیگه میخواستم فقط بیام دانشگاه تورین. برای همینم به خاطر کورسی که خیلی جذاب بود و جدید بود، برای همینم میگم باز متفاوته، ولی حالا سال به سال هم فرق میکنه. مثلا یهو ممکنه امسال الان مدرک زبان رو اجباری کنه، باید حتما آپدیت همون سالو داشته باشید، یعنی ببینید که مثلا حالا
همون سال مثلا 2023 2024 2024 2025 برید نگاه کنید ببینید که رشته‌ران ریکوایرمنتاش برای امسال چی هست. خب نیلوفر جان فقط یه خواهشی ازت دارم، چون قبلا صحبت کردیم قرار تایم در واقع وبینار بیش از 1.5 ساعت نباشه، چون بعدش فاطمه نمیتونه منم نمیتونم، موقع خودت بعد تنها اداره کنی که امکانش وجود نداره. آره چون دوستان بچه‌ها سوال خیلی جزئی پرسیدن، فکر کنم فاطمه الان با من موافق باشه جوابی که میدم. مثلا بچه‌ها پرسیدن مثلا شما لطف کن عنوان رشته رو گفتی ولی توضیحات میخوان. به نظر من حداقل اینه که توضیحاتشو خود دیگه بچه‌ها باید برن سرچ کنن بخونن. کسی که در واقع میخواد بره خارج از کشور تحصیلات کنه بعد خودش قرار خودش کاراشو انجام بده، مثل تو که خودت انجام دادی، مثل من، مثل فاطمه، در واقع خودش باید بخونه. پس فکر نمی‌کنم وقتش باشه که نیلوفر در مورد همه رشته‌ها توضیح بده. حالا یکی دیگه از بچه‌ها پرسیدن در مورد پیوست‌ها بیشتر توضیح بدیم، من متوجه این سوال نمیشم. در مورد ویزای الحاق آیا میدونی نیلوفر؟ اگر که نمیدونی لازم نیست روش وقت بذاری، چون که میدونم اسلایدات هنوز باقی مونده. من دیگه توضیح خیلی جزئی در مورد الحاق بدم. ببینید ایتالیا ویزای همراه همزمان نداره، خب ولی شهر به شهر، کمونه به کمونه فرق میکنه، اصلا قوانینش کاملا فرق میکنه. مثلا یه شهری ممکنه برای الحاق از شما قرارداد کاری بخواد، یه شهری ممکنه که فقط تمکن مالی بخواد از شما. یه سری مدارک جدایی داره اون اصلا الحاق که باید برید از کوهستورای شهرتون، اداره مهاجرت شهرتون اون لیستی که حالا برای اون شهر رو بگیرید و مدارک رو آماده کنید و برای ویزای الحاق اقدام بکنید که حالا اون دیگه یه پروسه جدایی میشه، بیشتر برای تحصیلی ما داریم صحبت میکنیم دیگه. آره خیلی خیلی عالی. یکی از دوستان در مورد دکترا پرسیدن. راستش در مورد دکترا فکر نکنم نیلوفر فعلا اطلاعاتی داشته باشه، چون زوده، بذارید ارشدش رو تموم کنه فعلا. ولی ما یه وبینار دیگه‌ای داشتیم قبلا با آقای قزلباش، ایشون در مورد دکترا صحبت کردن که قسمت اولش رو توی توریسم تیوب گذاشتیم. حالا دوستانی که بخوام میتونن برن داخل یوتیوب توریسم تیوب قسمت اول ایتالیا در مورد دکترا رو ببینن. در مورد بورس خواستن توضیح بدی که فکر کنم در ادامه تو توضیح بدی. در مورد تمکن مالی و گردش حساب توضیح میدم. اینا رو تو مدرک سفارت یه توضیح کلی در مورد همشون میدم. باشه خیلی عالی. خب حالا فرض میکنیم که مثلا الان پذیرشتون رو گرفتین، همه چی نهایی شده، سامری یونیورسیتالیتون هم دیگه تایید شده و میخواین برید سفارت. کارگزار ایتالیا در حال حاضر ویزامتریک هست. موقعی که من بودم شرکت کاکس بود. در حال حاضر ویزامتریک کارگزار آلمان هم هست. شما باید اکانت بسازید اونجا و خب بهشون ایمیل بزنید که مثلا من الان وقت میخوام، ولی فقط موقعی باید این کار رو انجام بدید که تمام مدارکتون آماده است، چون مثلا یه ممکنه که یک هفته بعد به شما وقت بدن. ولی خب از قبل باید یه سری کارها رو انجام بدید که حالا توضیح میدم. پاسپورتتون رو باید برای مدارک سفارت، پاسپورتتون هست، مدرک لیسانس و ریزنمرات دیگه، اینا باید کاملا رسمی باشه. یعنی اگه مدرکتون آزاد نشده باید حتما آزاد کرده باشید مدرکتون رو. ترجمه ایتالیایی مدرک لیسانس و ریزنمرات رو میخوان، حتما باید ایتالیایی باشه و فکر میکنم فقط توی تهران دار ترجمه ایتالیایی هست. باید بفرستید تهران یا حالا حضوری بیاین. مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی، ترجمه ایتالیایی، شناسنامه خودتون باید ترجمه بشه به ایتالیایی و سرپرستتون، یه نفر که حالا به عنوان سرپرست معرفی میکنید که خودتون میتونید سرپرست باشید، خود سرپرست باشید، میتونید پدرتون رو سرپرست اعلام کنید یا اگر که حالا در صورتی که حالا طلاق گرفته باشید مادرتون رو سرپرست اعلام کنید.